اخلاق گرانمایه را از دیگران دریغ نکنیم. چیزی که ازش کم نمیشه اخلاقه. حضرت فرمود انکم لن تسعوا الناس باموالکم، شما با مالتون نمیتونید به همه برسید. هر قدر انسان ثروتمند باشه، همین مبلغ ناچیز یارانه میبینیم دولت از پرداخت آن اظهار عجز میکنه، یه مبلغ خیلی کم، 45,000 تومان. چون انسان با پول که نمیتونه به همه برسه. ولی چیزی بالاتر از این وجود داره. دولت به جای همین یارانه عدالت اجرا بکنه، جلوی ظلم و ستمگری ها بگیره، جلوی این زیاده خواهی ها بگیره، جلوی گستاخی های نیرو در این مرزبانی بگیره که مردم بی دلیل بدون توجیه به رگبار نبندن. این ارزشش بیشتره، به همه میرسه. عدالت به همه میرسه، اخلاق گرانمایه به همه میرسه. اخلاق هم همینطوره. حضرت فرمود انکم لن تسعوا الناس باموالکم، شما با مالتون به همه نمیتونید برسید. ولکن ولیسعهم منکم بسط الوجه و حسن الخلق، ولی اون چی که میشه به اونها برسونید گشاده رویه و خوش اخلاقیه. به هر کس برسونی از تو چیزی کم نمیشه بلکه افزوده تر میشه. جود و بخشش به ترک اون چه در دست مردمه. در دست انسان ها خیلی چیز ممکنه باشه، پول دارن، ماشین خوب دارن، ثروت دارن، امکانات فراوان دارن. جود پسندیده اینه که انسان هیچ چشمش به مال مردم نباشه، دلش پیش مال مردم نباشه، خودش راحت بکنه، میگه هر چه نصیب من هست خدا مقدر میکنه. خداوند متعال بر اساس حکمتی که خودش داره این را تقسیم کرده. اهم یقسمون رحمت ربک، خداوند فرمود نحن قسمنا بینهم معیشتهم، معیشت را ما تقسیم میکنیم بین افراد. بنابراین هر کس به سهم خود راضی باشه، خدا را زیر سوال نبریم، خدا را متهم نکنیم به جانبداری از این و آن. خدا بر اساس حکمت این تقسیم بندی ها را بین بندگان خودش انجام میدهد.